این که اینجا میبینین کادوی تولد منه، یه ماهی خوشگل که آقا داداش داده. الانم که میبینین بخواد خودش تنگشو درست کنه، برای خودشه دیگه. این شن اینجا شستش، همونجور که آب برنجو میشورن دیگه. اینم تپ 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 بازم تپ و همینجوری خاک میریزه توش و صافش میکنه که به قول ما ترک مروکی نباشه. اینم چوب وسطش. البته چوبش وقتی آب ریختیم داخلش میومد بالاها، اینجوری کم 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 آب ریخت که شنای کفش خراب نشه، ولی چوبش سبک بود اومد بالا. منم وقتی اومدم خونه سنگ گذاشتم توش. اینم آکواریوم خودشه، عشق ماهی. ببینین خیلی خوشگله آکواریوم خودش. خب اینجا هم برگشتیم خونه. اینم ماهی منه، رفت که شنا کنه. البته آبش باید همینقدر کدر بمونه ها، به خاطر چوب داخلشه. میگن ماهی تو همچین آبی زندگی میکنن.